از آدمای دورت آینده تو پیش بینی میکنن. خب ببین تو اندازه فکر آدمایی رشد میکنی که دورتن. سر میزی بشین که آدما به جایی که در مورد دختر و پسر مردم حرف بزنن، در مورد آینده و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ساختن زندگی با کیفیت‌تر صحبت کنن. تو اگه آدمای دورت موفق باشن، تو موفق‌تر میشی. چرا؟ چون تو هم انگیزه تلاش بیشتر پیدا میکنی. سر میزی بشین که آدما دارن در مورد ساختن آینده حرف میزنن، نه توی چرت و پرتای گذشته گیر کردن، نه تو حواشی و حرفای بیهودن، نه اینکه فقط میخوان یه درینکی بزنن حواسشون پرچه و ریلکس کنن. توی همچین جمعایی تو خیلی خیلی کوچیک میتونی رشد کنی، سقف رشدت خیلی کوتاه میشه. و من خیلی وقتا تو مشاوره ها موقعی به دوستانی که ازم دارن کمک میگیرن میگم ببین تو علت اینکه نمیتونی ریسک کنی آدمای دورت اشتباهن، عوضشون کن. با آدمای بدبینی که دلخوش کردن به چیزای کوچیک تو هرگز نمیتونی از این حدی بیشتر پیشرفت کنی. اونا تازه تلاش‌های تو رو هم تحقیر میکنن، میگن تو زیادی داری تلاش میکنی، چه خبر، کجا رو میخوای بگیری. بارها بچه‌ها من تو سن کمتر اینو میشنیدم و دوستامو عوض میکردم. نمیخوام بگم تفریح کردن بده، این دیگه انتخاب شخصی آدماست. اما اگر همه دغدغه آدم‌های دور تو یک سری تفریح‌های کم کیفیت یا حتی اصلا خیلی با کیفیته، خب تو رشد نمی‌کنی. برو سر میزی بشین که آدما در مورد سرمایه‌گذاری جدید، راه اندازی بیزینس جدید، کار کردن روی لایف استایلشون، رفتن به یه باشگاه خفن‌تر، کار کردن با یه مربی خفن‌تر، شروع یه ایده جدید، خرید ملک توی کشور جدید، رو این موضوعات دارن حرف میزنن. سر یه میزی که آدما دارن در مورد چرت و پرت فقط حرف میزنن، تو چه رشدی می‌خوای داشته باشی؟ اونا فقط تو رو میترسونن. اگه زیاد تلاش کنی میگن برو بابا چه خبره انقدر داری تلاش می‌کنی، تاشم میمیریم. بابا من میخوام با کیفیت زندگی کنم. آره هممون میمیریم، ولی چه جوری زندگی کردن هم یک اهمیتی داره.